یه کافمون نشه. سیبیل علیکم. آقا امروز ما حقیقتا نمیدونستیم چی کار کنیم. چرا دروغ؟ ما رو راستیم. این کافه دست. گفتیم بریم کافه. الان دارم میرم دنبال تحمورس جون. ساعت 7. فقط امیدوارم دیر نکنه. خیلی ما رو علاف میکنه به خدا. بریم ببینیم چی میشه. آقا سیبیل علیکم. چطورید بچه‌ها؟ آقا ساعت 7:02 دقیقه است. بعد قولی نکردیم، اومدیم پایین منتظر آقا پرویز که بیاد و یه کافمون بشه. خب بچه‌ها ما بالاخره رسیدیم. این دفعه من یه ذره دیر کردم. تا اینجاست. آقا شما استاپ می‌خواستی؟ بله. بفرمایید. آقا پرویز شمایی؟ بله. مقصدمون کجاست؟ مقصدمون کافه است. بریم یه کافه خوب بچه‌ها. ولی نمیگیم کجا. بریم بهتون نشون بدیم که پاتوقمون کجاست بچه‌ها. بریم. آقا بالاخره رسیدیم. بریم تو رو ببینیم. بریم. با اینکه خیلی ترافیک بود ولی آقا ما اومدیم و نشستیم و کسب اجازه هم کردیم که میخوایم ولاگ بگیریم. گفتن که خیلی خوشبخت ایرادی نداره و بگیرید و مشکلی نیستش. حالا منتظر آقا پرویزیم. آقا پرویز هم یه دقیقه فکر کنم بیاد و ببینیم که چی میشه. من اینجا ولی نه خدایی رفتم دستشویی. ما فعلا نشستیم از فضا لذت میبریم و منتظریم که منو رو برامون بیارن. فضا رو بگیرم. منو رو هم برامون آوردن یه چی بخوریم بعد گشتمون هست. بچه‌ها غذامون هم آوردن. بوش که خیلی خوبه. ما هم که خیلی گشنه ایم. سریعتر غذا رو بخوریم و یکم بیشتر فاز کافه رو بهتون نشون بدیم. میکروفون نوشابه‌ای شد.
وقتی از حول حلیم دیگ میفته روت. یه بار دیگه میگم دیگه دیگ افتاد روم. افسوس. پاکش کن داداش، پاکش کن، بخور تمیزه. حالا من یه چیزی گفتم ولی یه سوالی برای آق پرویز مطرح شده که اگر این سس تند رو اینم فلفلم زدیم، خودش هم یکم تنده، اگر امتحانشون کنه چه اتفاقی براش میفته؟ چه اتفاقی قراره برات بیفته؟ زبانم قاصره. دوستان عزیز، ما فقط میز رو نخوردیم و واقعا اینقدر گشتم بود، هرچی آوردن و نیاوردن و سفارش شده بود و همه جزئیات هم زدیم بر بدن که همتون خالی. یه پیشنهاد خیلی خوب و وسوسه انگیز بهتون میدم، اومدین اینجا حتما اسپاگتی مرغ و قارچ، نه قارچ و خامه، اینا حتما بگیرید بزنید. بعد ما پرخوریم، یه دونه گرفتیم دوتایی خوردیم، جواب خیلی خوب. بیاید حتما بگیرید و بخورید و لذت ببرید. باشه دیگه بریم آقا نشستیم، دم دستا رو برداریم و تورم یه نشونی بدیم و خدا نگهدارش. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. امیدوارم که حال کنید، بیایید اینجا زیاد، انقدر حال کنید که لایک کنید، کامنت بزنید بگید نظرتون چیه، چجوریه، به پاتوق ما هم یه سر بزنید، همدیگه رو اینجا ببینیم حتما. و اینکه ویدیو رو هم واسه رفقاتون شیر کنید، نظرتون رو راجع به اینجا اگر اومدید بهمون حتما بگید، زنگوله رو بزنید و اینکه دمتون هم گرم که تا اینجا با همون بودید بچه‌ها. صاف کنید، حسابم انجام بدید لطفاً. کلی بهمون انرژی میدید، کلی هم دوستتون داریم بچه‌ها. خیلی تا حواستون به خودتون خیلی باشه. ویدیو بعدی نو کرم.